بابایشان همین مردم مسلمان در ناس کشیدن ممکن است یا نه؟ کشیدن که کیفت بریابچن گرم نشید. لیکن اگر رفتی شما بعضی عادت کردگی هستی، مثلا در اینجا زیغ میشه، گاه عصباتان خراب میشه، یعنی خسته میشه، هم یا گردن ناسته که زبان تا میپرته کیف میکنه، به هوای خودتان کین در کجا حساب میکنه. به همین قدر قناعت کنه، ما چطور نمیگیم دیگه ایوای بالاهاش خودتان نگه داری بچه خوش رو. من از شما راضی هستم که همیشه هم نکشی. اگر من دوست می‌داره از من پیروی میکنه، حرکت کنه، همیشه هم بس کنه، خدا خواه فایده میکنه بچم. بابایشان سوال من چنین است: پدرم در سال جنگ 92 کشته شد و یگان حکم شهیدی دارد، چون که یک دهقان بود در حق پدر من و استادم ایشان سید اشرف داد. آره او شهید اعلی عزیزان من. هر کسی که مسلمان باشد بیگناه کشته شد به خاطر زمینش، به خاطر خانهش، به خاطر پولش، به خاطر دینش، به خاطر ریشش، بعضش به خاطر دوست داشتن علماها، طرفداری از علماها، همینها شهید اعلی هستند. اونها شهید هستند که انشاءالله برابر شهدای زمان رسول اکرم محشور میشوند. افتخار کن که پدرت این درجه رو یافتگی است. خدا خواه پگه شفاعت تا میکند. خدا رحمت کنه، ایشان سید اشرف هم جاش جنت کنه، فرزنداش در عمر دراز و پیروی خودش نصیب کنه. بابایشان در حق من دعا کنید، به نزدیکی توی دارم، قشلاق اوچخون. خدا تویت مبارک کنه دادر عزیز و خوشبخت شوی، با عروس و زندگی خوش نصیبت کنه. و همین جوانایی که زن ندارن خدا اینها را به توی رسانه، به این شب خرسندی که بهترین شب عمر هر جوان پسر و جوان دختر است، خدا اینا را رسان. من از شهر قرآن تیپه هستم، بابا مخلص شما. 3 سال شد آیله دار هستم، در حق هم دعا کنید خداوند صاحب فرزند شوم و در دین اسلام مثل شما بارین خدمت کنه. خداوند دادر عزیز ما رو فرزندای صالح و اهل توفیق و خدمتگار دین و اهل علم خدایا نصیب شکن. آمین یا رب العالمین. وقتی عصر انشاءالله وقت اجابت دعای خدا دادر عزیز به مقصود رسانده و دیگر دادرها و خواهرایی که در انتظار فرزندن یا در انتظار پسران، خدای اونها را هم فرزندای صالح، پسرای اهل قرآن نصیبشان کن. همیشه دعای حضرت ابراهیم کن دادر عزیز. حضرت ابراهیم خدا قرآن به ما حکایه میکن، رنگ شما بے فرزند بود، همین دعا را میکن: رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین. خدایا به من فرزند صالح نصیب کن. نماز میخوانی وقتی که 3 بار سبحان ربی الاعلی میگی یا 5 بار، بعد او همین دعا رو کن: رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین. 3 بار گو، گاه آب دیدت بیاد، انشاءالله او دعا اجابت میشه. چگونه حضرت ابراهیم خدا اجابت کرد. حضرت زکریا هم خدا حکایه میکنه، او هم مسافر شده بود، فرزند نداشت، در محراب عبادت آمد و در بالای جای نماز دعا کرد: هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من الصالحین. آیت کریمه است، اگر من فراموش خاطرش داشتم ان دعا کن خدا خواه انشاءالله فرزنددار میشیم. بابایشان سوال من همین است: 3 برادر در یک خانه زندگی میکنیم. یک برادری مسلمان و دختری مسلمان در یک خانه به نکاح مسلمانی زندگی میکنم. ما گناهگار میشویم در حالتی که از سرمان ساقط کرده باشیم. آره شما وقتی که از سر ساقط کرده، نصیحتش کرده، فهم مانده، او قبول که نکرد، شما گناهگار نمیشوی. او گناه در گردن خودش است. او لعنتی رو خدا پگه عذاب شه میکند اگر توبه نکند و به همون راه رود. لیکن شما 1 بار و 2 بار 3 بار گوی دادر عزیز به جان جور نکن. یا خواهر مسلمان، تا اگر مسلمان باشی به جان جور نکن. خدا در تیپی سرت زن گوبا نشد با رنگ من. وقتی که دیدی قبول نمیکنه خفه میشه، به جنگ میپیچید و این صورت گناه در گردن خودشان میشه. به اونها رابطه نکنید دیگر. خب بابای حاجی میخواستم در حق جیانم دعا کنید که 7 سال است تا حال زبان گویا ندارد، اما همین سال در همین شهر سن پتربورگ جراحی کردیم. خداوند دادر عزیز شما را پروردگار به مقصد تان رسانه. این نبیره را عمر دراز زبان گویا و
زبان شیرین براش نصیب کنه. خب در آخر در حق دانشجویان شهر پیتر دعا کنید. خداوند همتان موفقیت نصیب کنه، درساتان با بهای اعلا، امتحاناتان با موفق هست و پارای متخصصی خوب شوی، چی در اینجا کار کنه، چی در وطن ما روی وطن ما آباد کنه و خدمت وطن و مردم ما کنه. خداوند نگهتان داره. بابایشان خدا شما را نگه دارد. درباره ریشگیری و سنت ریش کمتر فهمانید. ریش سنت رسول اکرم است، تراشیدنش به عذر حرام است. تمام فقها به این قائل هستند و کمترین حکمی که فقها بعضش دادگی هستند مکروه تحریمی میگه و الا حرام است. خوب تراشیدنش درست نیست. اگر رفت و امکانیت داشته باشه من بعضی دادرها ریش موندن خوشرو مونتان خوب است، در سنت اسلام است. این شعار رسول اکرم از ریش پیغمبر خدا هم خوشم موندن، هم امر کردن ما و شما را به موندن ریش و از تراشیدنش نهی کردگی هستن. بنابر همین ثواب ایمون یک قبضش سنتش یک قبضه است. از یک قبضه دراز شه کوتاه کنیتان عزیزان. این حدیث های زیاد در این باب. همه فقهای ما از یک قبضه میقفی پایانش کوتاه کردنش رخصت دادن، از برش و از درازیش و از پهلوش. درازی بودشم با بیکار قبیح بد میتاوم شم. حالی علامه زمخشری میگه حلوفتون حاملها مائقون و قلب هارون لها لائقون. حلوفه گفت آدم های ریششا بالای نافشان میبیا که دراز هوی میگن. این کسانی که ریششان درازی بدن اونها احمق هم میگن. برای اونها را نوری را استفاده بردن گفتن لایقه گفتن. اونها نوری شکن که همش ریزن. این خلاصه ریش باید زیبا باشد، یک اندازه معین داشته باشد. خوب و زمانهایی که رسول اکرم روش دراز مونه گفتن حضرت ها را ریشاش هم میست این روزه باره عادتا عرب ها ریشاش هم کوتاه میشه، درازی بد نمیشد. نبا صاحب هدایه صاحب رد المختار هم اینها روایت هم حضرت عبدالله ابن عمر میبیارن. خوب شاید امروز بعضی محدثه او را ضعیف میگویند. حضرت از درازیش از برش میگرفتن ریشانه. بنابر همین ریش عزیزان ممنونتان، خصوصا کسانی که از 40 و 50 بالا رفته دیگر که شما را هیچ کس نمیخنده. شاید این بچه های یا آزارشان تیان، بعضی ها مثلا در راه ها ملیسه ها یا که مثلا در مکتب در دانشگاه ها معلماشان. خوب اینا یک عذر شاید معذور با. اما شما که بازم میگه از 40 و 50 بالا رفته عزیزان من، کسانی که ریشاشان سفید شده ریشاتان دیگه نتراشه، زیرا تراشیدن ریش گناه است، گناه است. تراشیدن ریش خجالت و شرمندگی است. فقط در پیشگاه پیغمبر خدا شفاعت نمی کنن. آنها حکایه میکنن در کتاب احکام ریش در اسلام. یک شاعر فارسی زبان بود میگه از هندوها، فارسی های هند، خیلی اشعار عارفانه داشت، عاشقانه داشت میگوید. مردم اشعارش در هر جا پراکنده کرده بودن، از خواندنش لذت میبردن. یک شخصی مثل بای ملاتایر ما شعرهای او رو خوانده، خیلی عاشقش شد، غایبانه مخلصش شد، یعنی غایبانه مریدش شد. یگان دوست خداست، یگان عارفی خداست گفته. بس سراغ کرده رفت هندوستان، سراغش گرفت، خوب خانش یافت، زنگ خانش جقید، دخترش پسرش برآمد، گفت که فلانی مولوی هستن؟ گفت که آره هستن، خاندن. خوب در کشاد در آمد، مهمان خانش بردش، دید که در پیش آینه ریش تراشی داره، اما اپریت ریشگیره کش قطعی. دیدم برابر این کس اخلاص گشت، سلام کرد و گفت شما ریش می تراشه؟ این همین دیدنی او علاقه طبیعت این خیره کرد که آخه شعرهای او قدر عاشقانه است و عارفانه است. این خودش به سنت رسول اکرم که عمل نمیکنه چی در کار برای این شعرهای عاشقانه؟ که او فهمید که این آدم از من اخلاصش گست و نسبتی من بدگمان شد. بعد گفت که آره ریش میتراشم اما دل کسی را آزار نمیدهم. فهمیدی ها؟ اینی تو به این گفت گفت من آزار دادی، همین آزاری تو از ریش تراشی من گناهش بزرگتر است. که اون کس هم گفت که آره مولوی گفت شما
دل کسی را آزار نمیتی، اما دل پیغمبر خدا را گفت مجروح میسازی. هر بار که تو ریش میتراشی، ملائکه های این گناه ریش تراشی تو رو به پیغمبر خدا عرض میکنن، دل پیغمبر خدا برای تو خون میشه گفت. همین گپ گفته بود که آب از دیده های این مولوی جاری شده، دست گرفت و گفت خداوند تو را رحمت کنه که چشم کوری من کشادی و من حق بین کردی. بعد توبه کرد و از اونجا به ریش مون. خلاصه من جوانا رو بازم میگم، سخت نمیگم، سپارش هم نمیتیم، اگر امکانیت داشته باشم مونن ثواب است، اما از 40 و 50 بالا بودگی ها را خواهش میکنم ریشاتان نمونی بشم که تراشیدنش گناه کبیر است. خدا خواهد شما رو هیچ کس آزار نمیتید. ریشاتان سفید چی دیگه است، اون سفید کسی در افتابوس هم بینه اون سفید گفته حرمت تا میکنه، هر کسی هم که باشم. بابایشان یک برادری کنجگی دارم، کمتر پول دادم، پولها نیستند، پولی من پول بسیاری، من زکات این پولها را دهم یا نه؟ چی؟ قرض زکات حساب کرده میشه؟ نه، قرض زکات حساب کرده نمیشه. اگر برادر تا نه پول داده، پولاتان نابود کرد، گردانده داده نمیتاند، همون از حساب قرضتان اگر کم کنین نمیشه، از حساب زکاتتان کم کنین نمیشه بچم. قرضی دادگی را زکات حساب کنین نمیشه. در قرض تملیک عین شرط است. پول میبری دستی و کم بغل میگیره، همین شرط است. بنابراین شما چی کار کنی؟ شما این سال زکاتاتان بری دستی برادرتان دته، 1000 2000، البته او عقل داره انسان است، میگیره یگام سومشه در روزگارش صرف میکنه، باقی ماندهش گردانده زکاتات خرج تا گفته آورده میتید. دخترچش کسل بوده، بابایشان دخترچم خردسال، سن خردسالی یک چیز برآمده است در رویهای دخترچم از سن خردسالیش یک چیز برآمده است. پیش طبیبان زیاد رفتم، شفا نیافت. خداوند و حرمت اسماء حسناش این دادر عزیز ما را دخترچه شفای کامل نصیبش کنه، با خرسنش و چهره زیبا و نورانی نصیبش گردان. آمین یا رب العالمین. بابایشان من از راه تلفن یا که 3 پیچکه طلایی، من از راه تلفن یا که 3 پیچکه طلایی یافتیم، سراغ کردیم، صاحبش پیدا نکردیم. استفاده بردن آن حلال است یا نه؟ اگر شما کم بغل باشه خودتان احتیاج داشته باشید درست است. وقتی که صاحبش خصوصا در اینجا یافت نمیشه صاحب او، میدونی که اگر بایی به ثروتمند باشید نه شما درست نیست، کم بغلات صدقش کنه میشم. در همه فتواهای ما مال لقطه را، این مالی که از راه میابید، اگر همون شخص یابنده بعد اعلام کردن و بعد 2 ماه 3 ماه اعلام کردن کسی صاحبش یافت نشد، فقیر باشه، خودش ضرورت داشته باشه، کم بغل باشه، میتونه استفادهش بره، بچهش دتیا، دخترش دتیا، یا اپو خواهرش دتیا. اما اگر بای ثروتمند باشه درست نیست میشن، وی باید صدقه کند، یا کم بغل ده ثوابش به روح صاحبش بخشد. اگر رفت در اینجا باشد خداوند او رو پگه از شما راضی میکند. من برگدیر هستم، 20 کارگر دارم، آیلی که آنها 1500 روبل است. من 1000 روبل میتیمشان، 500 روبل به من میمانه، لیکن آنها نمیدانند. همین درست همین بسیار مسئله مهم است. بچم بسیاری جوانا پیش ما بچه ها میرن شکایت میکنن در همین باب. همین مسئله این حرام است عزیزان من. وقتی که اولش که شما به همون صاحب کارخانه قرارداد کنید که همین کارخانه شما مثلا من 100,000 روبل تیار کرده میتیم، من 100,000 روبل ده شما همین درازی هستی و گو که من همین درازی هستم 100,000 ده خودت کارگر و خودت چیز کن بود کنته، این صورت شما کارگر خودتان قرار کنید چند سیمی میگیره، آیلیک شا برای اختان یک فایز میمونه باقی ندارم. یا که همون کارگرها رو که میگیره شما گویی که من همین کارخانه پولش همین قصد، هر کدام شما در هر ماه همین 2000 سامانه میرسد، لیکن من به خاطر کاریابیم، به خاطر من این دوادم میخوام 300 از گیرم، شما راضی هستی یا نه؟ و اگر گان که راضی هستیم این صورت هم حلال است. لیکن اگر رفتو اونها رو سیر باینتی از رئیس خوجین برای هر کارگر 2000 گیره و
اونا رو نفهمیده 500 چه بجا کنه 1500 تا این حرام است. این خیانت در حق برادر مسلمان میشه. این کارا رو نکنه. بازم میگیم شما آشکار گویی همون کارگرایی که داره برادر همین کار من تو یافتم، شما رو من به کار تامین کردم، همین ماه هر ماه حق شما همین است، از همین لمی صدارش من خودم میگیرم، شما راضی هستی یا نه؟ راضی باشن خوب، راضی نباشن جوابش ده با کارگر دیگر گیر، یعنی میشود. اما فریبشان نکنیم، این خیانت است. خدا خیانتکارا رو دوست نمیداره. والا این شب دیروز همینجا من یه مکتوب دستم افتید در این ماشین بردم سانی بینم مکتوب در کیسم انداختم، خانه رفتم خواندم. مکتوب شکایت بود از بالای بعضی بچه های ریشدار که حضرت ایشان بجده بعضی بچه ها هستن ریش دارن، حتی مسجد میرن نماز هم میخوانن، اما شبها 2-3 نفر شده خانه های ما میدراین، جای خوابی ما، تلفن همانو به زور میگیرن، پولامانو کشیده به زور میگیرن، ما رو تحقیر میتونن. اگر ایگان چیگه میزنن من در این باره چی گویید. من گمان نمیکردم که در این سالهای آخر این تو بچه ها باشن. اگر رفت و باشد در بین شما، در همین لیدنگرید شما هم تو بچه ها، خواهش میکنم از این کار دست کشید، زیرا که خداوند انتقام و یار از شما میگیرد. او تلفنی که از اونها شما میگیرد یا او 1000 و 2000 سومی که از اونها میگیرد و شما در آشی بدن نمیشود، خدا 10 ها برابری وی از شما میبرارد. من بسیار آدمایی رو میدونم که هم تو حق مردم میخوردن، امروز خداوند آنچنان خارشان کرده است که یک سوم درهشان مانده است. باور کنید، خواهید ناماشان هم میگم اینا را. حق مردم دهد لذت به کامت، گلوگیر است در روز قیامت. پگه گلوت میگیرد، پگه کشتلت میگیرد، پگه نمازخوان باشی ثواب نمازات خداوند اول رویانده به او بیچاره میتید. اگر نماز نداشته باشی گناههای وی خداوند از گردنش ساقط میکنه، بالای تو بار میکند، تو روز جزا داری. مرگ برای تاجیکی که تاجیکی خودش تحقیر میکند، مرد جوان مردی که تاجیکی خودش حقوقش پایمال میکند. مرگ بر این تاجیک، مرگ بر این مسلمان. مسلمان باید دست برادری مسلمان گیرد. مسلمان باید مسلمانی برادرش یاردم کند. مرتبار پهلوانه که حق حساب دیگران زندگی کنی. دستات نشکسته تم رنگی او کار کن. او بیچاره از خانهش آمده است، کودکاش در اونجا محتاج، پدر و مادرش محتاج، همسرش 6 مشار که شوهرون 2 سوم کار میکنه روان میکنه، تو ایلایم جوان مرشی پولی وی بزور میگیری. وی کجا رود؟ آهی مظلوم خواهی نخواهی میگیرد. لبی خشک مظلوم و راگو بخند. شما مظلوم ها خنده کنه، دعا کنه، خداوند دندان این ظالم ها رو میکند، در همین دنیا خارشان میکند، در همین دنیا جوان مرشان میکند، در همین دنیا محتاجشان میکند. والله 10 سومه که از شما میگیرن 1000 سومشان از دست میتیان. اینو فراموش نکنه. من نفرت دارم به او جوانی، به او تاجیکی که تاجیک خودش تحقیر میکند، تاجیک خودش آزار میتید. یهودی ها امروز به وحدتشان دنیا را در قبضشان گرفتند. صدقه جوان مردی شوند. مراد هم خیلی جوان مرد. رسول اکرم جوان مرد، جوان مرد داره میگن که من سلم المسلمون من لسانه و یدی. جوان مرد مسلمان همون جوان مرد است که دیگه مسلمان ها از ضرر زبان او، از ضرر دست او ایمن میمونن. حرکت میکنه دیگران دو فایدهش رسد نه زیانش. این مسلمان میگوین اتقی دعوت المظلوم. رسول اکرم میگه از دعای مظلوم بیچاره، از دعای مظلوم بی پشت و پناه، از دعای مظلومی که شاید ضعیف و ناتوانه حذر کن، فانه لیس بینها و بین الله حجاب. بین دعای او بین پروردگار پرده نیست و اجابت میشد. روز خونی جگرت میخوری. نکنه بچه های خوش رو شاید تا امروز کرده بس کنه توبه کنه، با یک دیگر جنگ نکنه، یا دیگر تان احترام کنه، یا دیگر تان دوست داره. از خدا طلب کنه
رزق روزی را از خدا طلب کنه، کار کنه، خدا به شما هم رزق میتید. حقی مردم دهد لذت به کامت، گلوگیر است در روز قیامت. حذر کن از حقی مردم بود خاص، در آید عاقبت در دیده کس. بنابر رسول اکرم گفتند اتدرون من المفلس من امتی، حدیث صحیح است، بخاری است. میدانی که کمبغل و محتاج و خجالت و شرمنده در بین امتی من کیست؟ مفلس گفته کسی مفلس هم میگن، اینه کسی میگن که همه مردم او را ناداریش ده، کمبغلیش ده اعتراف کردگی است. قرضدارا هم برای پول دیگه پیش نمیرن، یگان چی دادگی هم برای حاجت دیگه پیش نمیرن. اینو به کویری میگن در اصطلاح. اصحاب گفتن یا رسول الله مفلس مفلس ما کسی رو میگیم مفلس، کسی رو میگیم که از کسی پول قرض گرفته است دیگه داده نمیتونه، جای کار ندارد، منبع درآمد ندارد، خوب عقلش کم شده است، دست و پاش کار نمیکنه، دیگه داده نمیتونه، قاضی او را کاغذ داده است که از این دیگه طلب نکنه حق تانه، خدا حق شما را از این رویانده پگم میتید. اصحاب اینو گفتن حضرت نه این من در نظر ندارم، مفلسی امتی من همون کسی است که نماز میخونه، مسجد میبیا، روزه میگیره، زکات میتیه، حج میره، کارهای خیر میکنه، اما با وجود این کارهاش یک آدم حقارت کرده است بیگناه، یک آدم زد است به مشتی زور، این باکسیار است یا شتنگیست است، یک آدم حقش بزوری کشیده گرفته است که تشکه شای، پیاز شای، سوزه شای، ماهی شای کشیده گرفته است. ثانی همونها را راضی نکرده و نبخشاند، پیش خدا آمد، مرد رفت. همینا میمورن یه روز. سرکشانی که میکردند و دعوای منی، دیدمش در ملک خاموشان که مشتی خاک شد. یا لغت میزنی در خاک قبرستان را کله میپره، شاید مثل این پهلوانا بود، مثل همین راهزنا بود، امروز کلش پوسیده رفت. سرکشانی که همه کردند و دعوای منی، دیدمش در ملک خاموشان که مشتی خاک شد. همونا را راضی نکرد و رفت. حالا عزیزان من، بچه های خوشرو، کسانی که آزارشان داده از روی جاهلی تا نادا، امروز اونها را راضی کرده ممکن است، پیشان رو عذر خواهی کنه، اونها انسان هستن میبخشن شما را، اما راضی نکرده با غرورتان همونطور ایستادن گریده به اونجا ذاتی است که غرور شما را میشکند، بینی تان از زمین میشکد، در پیش مظلوم و سرخم میکنه. او را دشنام داد، رازش نکرد، خدا اونجا رویزیه میکنه. نمازو که همش که دید، باز دل خدا میگه که با ببینه کامپیوتر زنی کی را حقارت کرده، ببینن چند آدم حقارت کرده، کی را زده، با چند کی را حقش خورده. خوب خدا میگه که حقای نرویانده تی، ای نمازش میگیرن کسی را دشنام داده میتین، نمازش که تمام شد از زکاتای دادیش میگیرن کسی را حقارت کرده میتین، ای حجش از کارهای خیرش کسی را حقش خورده میتین، آخرش میبینن که کارهای خیری کردگیش تمام شد، تمام دعواگر بالاش دالی هم هست. خدا میگه که گناه های وی برداری بالا اینده مونه. این حدیث صحیح هست، این پیغمبرتان گفتگی است. او مظلوم میره خندان به بهشت، این که دعوا داشت در اینجا غرور داشت، نماز میخواند، مسجد رو میرفت، به خاطر این ظلم کردیش میره به دوزخ. نبا شاعر اوی میگه لبی خشکی مظلوم را گو بخند، که دندان ظالم را خواهند کند. بنا بچه های خوش رو بازم میگم به یک دیگرتان انصاف کنه، به یک دیگرتان رحم کنه، به یک دیگرتان دست یاری دراز کنه. رسول اکرم میگن لیس الشدید بالسرعه، انما الشدید من یملک نفسه عند الغضب. پهلوان کسی نیست که در حالت غضبش بیا یا بیچاره رو میزنه میشکنه میغلطانه،
این پهلوان. وقتی که من میشنم بعضی شما با تاجیکا باید دیگر جنگ میشود، جنگ دا حتی به این حد میره که تیرپریانه و کارزنی میشه موریتان شما به همین ناموستان. خیلی دلم برای شما میسوزد، خیلی هم دلم میسوزد به خاطر هم که شما ناموس تاجیکی نداره، حالا که ناموس اسلامی ایستادگی. باید مسلمان دست برادری مسلمان شگیرد. مسلمان باید برادری مسلمان محتاج یاردم کند. این مسلمان میگوید لیس الشدید بالسرعه و انما الشدید من یملک نفسه عند الغضب. وقتی که غضبش میبیاد یکم بیادبی کرد میتونه یه مشت زن اجاش خسته نتانه، اما خش به دست میگیره استغفر الله العظیم میگه. این پهلوان میگن هر کی خشم خود فرو خورد ای جوان، باشد او از رستگاران جهان. این تو جوان شوی عزیزان من، جوان شوی مثل حضرت علی بارین شوی، جوان شوی مثل خالد بارین چه تو پهلوان بود، با وجود یمین در پیش بیچاره ها خوش از اونها پستر میگریفت. این جوانا را، این تو پهلوانا را خدا دوست میداره، خدا نگهتان داره، خداوند انصافتان تیه بچه های خوش رو. خداوند بازم میگه رزقاتان فراخ کنه، اما از ظلم کردن در حق یکدیگر خداتان نگه داره. والله حق العبد آنچنان وزنین است که حتی اگر شهدا را خدا همه گناهشان میگذره، زنا کرده باشدن میگذره، عرق خورده باشدن میگذره، اما حق العبد حقی کسی را بزرگ گرفته باشه، شهید اعلا را هم خدا برای وی نمیبخشه. باور کنید این پیغمبر خدا را حدیث صحیح شد. بنابر ما و شما طاقت رویزی پیشگاه خدا نداریم. نکنید این کارا رو بچه های خوش رو، خدا نگهتان داره. شام نشده تقسیم ساعت بابا ایشان الحمدلله السلام علیکم، پسرمان گم شده است، در حقش دعا کنید. خدایا این دادر عزیزه برای یافتن فرزندش یاردم کن. خدایا این فرزند عزیز او رو به تو امانت می سپاریم، تو ذاتی هستی که امانت خیانت نمی کنی. خدایا چشمای پدر و مادر با دیدن فرزندشان خود روشن کن، مثل که چشم یعقوب با دیدن یوسف بعد از جدایی ها روشن کردی. آمین یا رب العالمین. خیلی با امشاد در روزی بعد نوشتی بچم، این کوتاه خلاصش نوشتی نمیشد، خیلی که اینش باید روز دیگه اما ملاکی گم میزنن. سرم در کرد بابایشان از بانک پول گرفتن ممکن است یا نه؟ نه، 3 بار همین بار گفتیم بخوش در کجا بود؟ در هم پیش من اشتیمان تماشا داری چی گفته زمیشه نمیفهمی ها؟ اینش در مورد زنش سر دادگی بعد سر دادن تولد میکند، بعد گفتن که گیر اگر نگیری گناهگار میشوی چی؟ خوب السلام علیکم بابایشان نورالدین جان، خداوند نگهبان ما و شما باشد. من به شما 2 سوال دارم. من سال گذشته عائله برپا کردم. ما 1 ماه در وطن زندگی کردیم و بعد از 1 ماه به اینجا آمدیم. و این نسبتی من ناحرمتی ها میکرد و گپ های ناجا میگفت، تا حتی در دهنم فلان کنم گفته حقارت میکرد. من او را بسیار نصیحت کردم اما او نفهمید و برادری او آمده او را برد و او بعد از 1 ماه به وطن بازگشت. دیروز پیش به من گفتن که زنی تو فرزنددار شده است و تو باید او را گیری، نباشد گناهگار بشی. من او را 1 طلاق کردگیم و نمیخواهم او را گیرم. نه، گناهگار نمیشه بشم. خوب اگر گیری به خاطر فرزندت، شاید اگر اصلاح شده باشد و توبه کند، عذرخواهی کند، خوب است که همون زنهای فاحشه که در تاجیکستان ما بیوهی که هست کوچه ها پر شده است، همونا بس است که با همسر شما هم بیوه شد در کوچه به صاحب موند. خوب میشه. من دادر از این طرفدار هستم که همسر تگیر، البته وای پشیمان شد دیگر امروز، شاید به خاطر فرزندتان دیگر شما رو به حرمتی نکند، به خاطر فرزندتان شما رو با دوست دارد، فرزندتان تربیه شما در کلان شود و عذابی به پدری رو نکشد. خوب میشد که گیری او همسری تو 1 طلاق کرده باشی،
میتونیش گشتگیری زندگی تان ادامه تی. لیکن اگر رفت و بسیار دلت موندگی باشد، زنی بد در سرای مردی نکو، هم در این عالم است و دوزخی او. زنهار از قرین بد زنهار، سعدی میگه و قینا ربنا عذاب النار. اگر بسیار خسته شده باشی، گرفتن نخواهی، گناهگار نمیشی. طلاق شریعت رخصت داده است. وقتی که این زندگی بین زن و شوهر امکانیت ندارد، محبوبیت وجود ندارد، یا دیگر نمیتوانند احترام کنند، خدا رخصت داده است که جدا شوند. او من کودکی کرده باشه که عده‌اش بود شده است میتونه شوهر کنه، شما میتونی زن گیری. گشت گرفتن واجب نیست عزیزان من در اسلام. نگیری گناهگار نمیشی، لیکن گیری تری فرزند. لیکن شرط مون اول کمپیوتر که دیدی خدا داده پیسر زنا همین نوار رو روانش کن. اگر رفت و گرفتنی باشه پیشگی شرط مون که توبه کنه که دیگه آزار نمیتیه، دیگه تو رو به احترامی نمیکنه، به همش راضی شو، مایلش برای بچت گیر بچو. زن همش هم یه زن است. گفتی مردک هم یه چی هست همش. خدا خواست ثواب میگیری بچه خوش رو. خب سوال من همین است، اگر او را نگیرن گناهگار میشه. من التماس جواب پرتید و من در حق این که زنها یگان چیز گوید. ما ساکن ناحیه خراسان با احترام عبدالسلام. اگر یگان خطا باشد ببخشید. بخشیدم داده عزیز، خدا نگهدارد. خوب گفتگی به همین نکن. زنای بد اخلاق آنچنان من دست فیته ها و در جمعه ها رسوا کردگی هستم که اگر همون نوارو ریت شیایی بری خدا خیلی اصلاح میشه. نیکیم اگر خدا هدایتش نکنه، نه فیته من او رو اصلاح میکنه، نه نصیحت من اصلاحش میکنه. زیرا که نصیحت پیغمبر برای ابو لهب و ابو جهل فایده نکرد. خدا قرآن میگه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. السلام علیکم و رحمت الله داملای عزیز. حساب زکات از سوم به دلار چند است و چند دادن ممکن است؟ حساب من همین 3000، حالی 3000 کمتر زایدتر 4000 بوده، 3700 و چند سوم. خوب همین 4000 که شد $100 زکاتی بچم. آسانه کشم اینه 3780 نمیدونم. همین یه چیز حساب کردگی هستند در کتاب ها، من این وقتا فراموش خاطرش کردم. طلا وابسته است، اون 100 گرم طلا بالا و پایا میخزین. بنابر امروز 3000 داشته باشی اگر $75 میته، 4000 داشته باشه $100. خب از این 4000 بالا حساب کردن گیره، یک سال که بود شد پولتان $100 زکاته. زکات خدا خواهد مال طاهر میکنه، مال پاکیزه میکنه. زکات سبب خوب در پیشگاه خدا صاحب مقام عالی شدن است. یعنی همون شر رو، همون مصیبتی که مال و ثروت برای انسان داره، زکات او رو تازش میکنه. نباید زکاتات هم طیب بشن. خدا نگهتان. هیچگاه به $100 زکات دادن شما کم بغل نمیشه. این روز بای بچه های ما یاد رستوران دارن $400-500 دایشتگیشون میخورن. زکات خدا خواهد مال شما رو برکتش زاید میکنه. خدا نگهتان داره. داوی بالا بوده، داوی بالا باشه ملاتاری خیشاش بوده. این سوال چنین از حالا بابایشان خدا نگهتان داره. خیلی کسی هستی که همش نمیخوانم بچم. سوال چنین است، حالا نفرانی هستند که در همین شهر عائله برپا کردگی هستند. در یک خانه از بین پرده، از یک طرفی پرده زن و شوهر، از طرف دیگر پرده نفرانی نامحرم زندگی دارند. خوبه که این ضرورت هست دیگه چطور کنیم بچم. اونا رو زور آمده، البته ای مستیشان این کار نمیکنن دیگه، علاج ندارن بیچاره. نباید دعا کنید خداوند رزقشان رو فراخ کنه، اون هم با شرایط خوب براشون آماده شود و زن و شوهر در خانه علاحده زندگی کنن. دیگه علاج ندارن. شاید او برادران بخوام خانه رو اجاره گرفت، شاید این خودش بزنش پول اجاره تنها داده نمیتونه، مجبور است. نه به هم پردم که باشه خیلی آرام خواب میرن، هیچ غم دی قرار که خاره او بیچاره رنگ خودت باشه بفره میشه 10 ساعت کار کنه میره میغلطی خواب میبره. قور میفهمی چی گپ ده کسی پرده خیلی که به بسیار ضرورت کشی شما روزانه کار میره و گشته میگریزه میره و کارش میکنه. خیلی وای نخور بچم. خدا نگه دارد. دعا کن خدا رزقشان فراخ کنه
و خودش به عصا معلوم باشد، به عصا راه دهان معلوم باشد کور را گفته و خودش راش میابم. اینش درازی بده، من این نمیخوام این چشمام میشه. در بوره مسجد تو در بوره اینجاست. هی بای خیر. السلام علیکم بابایشان. قدم های شما مبارک شما نور چشم. با رازگی حق تعالی و حرکت های زیاد اکای عبدالستار این مکان همچون نمازگاه نصیب ما مسلمانان گردید. شکرانی به پایان از الله بزرگ که در میان ما مسافران برادران صاحب علم و پیروان شما به مانند داملا خیرالدین و داملا طاهر و داملا ابراهیم و دیگران هستند که با امر معروف و با دعوت و گفتار تأثیر بخششان که خود شما شاهدی شماری زیادی نمازگزاران هستید، روز تا روز صف نمازگزاران زیاد می‌گردد. خداوند اینا رو نگه داره. پروردگار زباناشان گویا کنه، علم با عمل نصیبشان کنه، با قطار عالم های و داعی ها روز قیامت یک جای محشور شوند. مقصد از آن که در موسم برف و باران در آینده هنگام نمازخوانی نمازهای عید و جمعه شاید به همگان جای بسی نکند. در یک جایگی با شما دعای دست جمعی نماییم. با رازگی الله مهربان شاید راهبران این شهر برایمان زمین برای ساختمان مسجد جدا نمایند و مانند یکای عبدالستار برادران خیرخواه زیادند. انشاءالله در این کار خیر همشان سهم خودشان را میگذارند. از الله بزرگ صدقاً طلب نماییم که دعای مای مسافران را برای آباد گردانیدن این مکان خود بار اجابت گرداند. الله شما و پیروان شما را نگه دارد. دعای خوبی کردی دادر عزیز. انشاءالله امید دارم که خداوند این دعای شما را اجابت میکند و این حکومت داره را که خودش مقلب القلوب است، دلاشان ده این فکر این خواهش شما را انشاءالله ایجاد می سازد برای جدا کردن زمین شما. انشاءالله باز هم شنیدم حاج عبدالقادر و دیگران حرکت دارند. بعضی من هاشان جنید الله دادری ما خدا نگهش دارد. مسجد زمین جدا میکنه. خدا خروز